ما سعی کردیم از همه دوران افغانستان فیلم داشته باشیم. مثلا 13 فیلم آرشیو افغان فیلم داریم از دوران طلایی دهه‌های 60 70 و سعی میکنیم که متنوع باشه، یعنی همه ژانرها، همه داستانها، همه دوره‌ها را، به خاطر اینکه خواستیم یک حالت یک نگاهی هم داشته باشیم از طریق این فیلم‌ها به تاریخ افغانستان در این 100 سال. و فیلم خودم هوا مریم عایشه که به جشنواره ونیز رفته، در واقع از همین دور است. ما نسل فیلمسازای این دور هستیم که انشاءالله من سال دیگه، یعنی ماه دیگه به ونیز میرم به نمایندگی از افغانستان. او فیلم مستقل است، یعنی که تهیه کننده مستقل داره و در سال آینده در مسکو به خیر ما فیلم خواهیم داشت. افغانستان دیگه سینمای ساکت نمیمانه، در عرصه بین‌المللی خواهد درخشید و افغان فیلم تمام سعی خودم میکنه که در این بخش فعال و پویا باشه. قسم که شما هم شاهد هستیم سینما به طول سالها بیشتر در حاشیه قرار داشت و در کل مسائل فرهنگی واقعا جدی گرفته نمیشد و این از یک طرفی که مردم دوباره دعوت میکنه برای فیلم دیدن و اونم فرهنگ رفتن به سینما دوباره احیا میسازه، میتونه یک هویت دوباره به سینمای افغانستان ببخشه و این در دنیا معمول است. برگزاری جشنواره‌های فیلم تشویق میکنه فیلمسازای جوان برای اینکه سالانه فیلم‌های بهتر بسازن تا بتونن در رقابت جشنواره‌ها شرکت کنن و در کنار از این خب اینکه همه مردم جمع میشن و با هم فیلم میبینن، راجع به مسائل مختلف بحث میشه بعد از فیلم‌ها که حتما مطمئنم سالهای بعدی برنامه خواهد داشتن. حرکت رکنمی رئیس افغان فیلم بانو که گرفته یک حرفه‌ای است و میخواهد که اینمی هنر سینما را زنده بسازه، برای مردم بخواد روحیه بده، اما اسرار درونی مردم انعکاس بده، از این حالت بکشه. مردم ما برای غذا مزای قضاوت نداره که برای عاطفه ضرورت داره. تو میایی جوانی ها میآید جان دلم به تو نگاه